قراره با هم سفری داشته باشیم به اعماق یک تریلر فقط 54 ثانیه‌ای از فیلم انتقامجویان روز رستاخیز تا بزرگترین رازهای پنهان شده در اون رو کشف کنیم. خب بیایید با مهمتر سوال شروع کنیم. معمای اصلی این تریلر لوکیشنشه. اصلا چرا باید قهرمان‌های واکاندا و ساکنان دنیای زیر آب وسط یه بیابون خشک و خالی همدیگر رو ملاقات کنن؟ برای پیدا کردن جواب، اول سرنخ‌های خود تریلر رو بررسی می‌کنیم، بعد میریم سراغ تهدید اصلی داستان و در نهایت تئوری بزرگی که پشت این ملاقات عجیب و غریب پنهان شده رو با هم میشکافیم. خیلی خوب. بیایید کارمون رو با اولین سرنخ‌ها شروع کنیم. سرنخ‌هایی که خود شخصیت‌ها دارن بهمون میدن. ببینید، این تیم اپ اصلاً یه چیز اتفاقی نیست. ریشه‌های خیلی عمیقی توی دنیای کمیک داره. جالبه بدونید که اولین حضور شخصیت بلک پنتر توی دنیای مارول در واقع توی یکی از کمیک‌های 4 شگفت‌انگیز تو سال 1966 بود. اما این جزئیات به ظاهر کوچیکه که داستان اصلی را لو میده. لباس کاملا جدید شوری و زره جنگی نامورا نشون میده که اونها برای یه نبرد خیلی خیلی جدی آماده شدن. لباس‌ها تو این دنیا حرف میزنن. اینجا هم دارن داستان یه اتحاد قدرتمند رو برامون تعریف میکنن. اتحادی که انگار از دل یه بحران بزرگ شکل گرفته. و اینجاست که هوشمندی طراحا مشخص میشه. به نظر میاد این خطوط آبی روی لباس، ژوری و تزئینات طلایی روی لباس نمور یه انتخاب کاملاً آگاهانه بوده تا این پیمان بین واکاندا و تالوکان رو به صورت بصری به ما نشون بده. و این نمادگرایی فقط به این دو نفر محدود نمیشه. امباکو که حالا پادشاه واکانداست، اون هم تزیینات آبی رو روی زرهش داره. این یعنی ما با یک جبهه کاملاً متحد طرف هستیم. خب، حالا که این اتحاد شکل گرفته، بریم سراغ تهدید اصلی. چون با وجود تمام این قدرت، یکی از اعضای کلیدی این گروه یه نقطه ضعف خیلی خطرناک داره. نباید هیچ وقت فراموش کنیم نیمور واقعاً کیه. وفاداری اون به یه آرمان بزرگ نیست، بلکه فقط و فقط به پادشاهی و مردمشه و همین ویژگی اون رو به طرز وحشتناکی غیرقابل پیشبینی میکنه. حالا یه شخصیت شرور و باهوش مثل دکتر دوم رو تصور کنین. خیلی راحت میتونه از این نقطه ضعف استفاده کنه. کافیه به ننیمور چیزی رو پیشنهاد بده که نتونه رد کنه، یعنی نجات مردمش. اما اصلا چه بحران عظیمی میتونه نیمور رو توی چنین موقعیت سختی قرار بده؟ شاید جواب این سوال تمام مدت جلوی چشممون بوده، توی همین چشمانداز بیابانی. توی تریلر ما داریم یه معبد از پادشاهی زیر آب نیموم رو میبینیم که روی شنهای داغ یه بیابون قرار گرفته. این تصویر اصلاً منطقی نیست، مگر اینکه یه فاجعه تمام و یار برای اقیانوس اتفاق افتاده باشه. اینجاست که یه تئوری خیلی بزرگ مطرح میشه به اسم اینکورژن یا همون برخورد دنیاها. یه رویداد کیهانی وحشتناک رو تصور کنید که توش 2 تا دنیا با هم تصادف میکنن و میتونن جغرافیای زمین رو برای همیشه تغییر بدن. این تئوری ناگهان همه قطعات پازل رو کنار هم میچینه. دلیل وجود اون بیابان، اون معبد جابجا شده و اینکه چرا نیمور و مردمش انقدر آسیب پذیر شدن، همش به همین برخورد برمیگرده. و حالا بیایید آخرین قطعات رو کنار هم بذاریم. داستان فقط مربوط به واکاندایی‌ها و تالوکانیا نیست. این بیابون انگار تبدیل به یه آهنربا شده که داره قدرتمندترین قهرمان‌های دنیا رو به سمت خودش میکشونه. شواهد هم این رو تایید میکنن. عکسای پشت صحنه نشون داده که تیم‌های قهرمانی مختلفی خیلی بیشتر از اونهایی که ما توی تریلر دیدیم توی این لوکیشن مشغول فیلمبرداری بودن. مارول هیچ وقت این همه بازیگر رو برای یه صحنه بی اهمیت به یه جای دورافتاده نمیفرسته. پس میرسیم به این نتیجه کلیدی. این یه گردهمایی اتفاقی نیست. اینجا نقطه تلاقیه. محل سقوط یه سفینه کیهانی که قهرمان‌ها را از گوشه و کنار دنیا به اینجا کشونده. و همه اینها ما رو با یک سوال نهایی و خیلی تأمل برانگیز تنها میذاره. نیمور در شرایطی که پادشاهیش نابود شده و مردمش در خطرن، برای محافظت از اونها دست به چه کاری میزنه؟ آیا این نیاز شدید برای نجات مردمش اون رو وادار میکنه که به بزرگترین دشمن متحدانش تبدیل بشه؟